سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. نهمین ویدیو از ویدیو آموزشی برنامه‌نویسی پایتون. تو این ویدیو میخوایم جدا کردن یه تیکه از یه لیست رو یاد بگیریم. اول یه دونه لیست تعریف کنیم، اسمش رو میذاریم تست. بعد اعضای لیست هم میذاریم خود شماره های اعضای لیست که بتونیم راحت متوجه بشیم. گفتیم پایتون شماره گذاری از 0 شروع میکنه. خب ما الان پس یه لیست تعریف کردیم که اسمش تسته و توش اعداد 0 تا 9 هستن. خب حالا شما فرض کنید مثلا میخواید این تیکه از لیست رو جدا کنید. خب باید بنویسید تست. گفتیم وقتی میخوایم یه عضوی از تست رو جدا کنیم مثلا می‌نویسیم 5. خب که این دقیقاً 5 رو میده. واسه اینکه بخوایم یه تیکه از لیست رو جدا کنیم باید بنویسیم از 5 تا این دو نقطه اینجا معنی تا رو میده. تا مثلا گفتیم از کجا تا کجا، مثلا فرض کنید میخوایم از اینجا تا اینجا رو ما درست کنیم، مثلا بذاریم 7 دیگه، ما 5 تا 7 رو میخوایم پس اینجا بذاریم 7. و این نکته اینه که پایتون اینو بزنید شما بهتون 5 6 7 رو نمیده، میده 5 6. چرا؟ چون حالا مثلا اونایی که یه ذره ریاضی بلد باشن این بازی که شما اینجا می‌نویسید پایتون اینو به این شکل میبینه، 7 به این شکل میبینه، یعنی ته بازه رو باز میدونه. بعد به خاطر همین 7 و خود 7 رو نمیاره. یعنی وقتی شما اینطوری بازه می‌نویسید پایتون اینطوری میبینتش که خب از 5 شروع کن بیاد ولی 7 دیگه نیاد، بشه این 5 و 6. پس حالا اون چیزی که ما خواستیم 5 6 7 رو میخوایم ببینیم چطوری میشه از تو این در آورد. باید بنویسیم 5 2 نقطه 8. خب حالا ما گفتیم که پایتون یه مدل شماره گذاری دیگه هم واسه لیستا میکنه. پایتون گفتیم برعکس هم شماره گذاری میکنه، اینطوری که این -1 -2 -3 به این شکل. خب بیایم همین رو هم اینطوری حالا یه تیکه جدا کنیم. خب مثلا می‌نویسیم از -5 تا -1. خب الان -5 کدومه؟ این -1 -2 -3 -4 -5. پس باید اینجا شروع کنه. خب و گفتیم اول بازه بسته است، یعنی باید خود 5 هم بیاد. -1 کدومه؟ -1 اینه، ولی گفتیم آخر بازه پس باید بهمون اینو بده، 5 6 7 8. همونطور که می‌بینید دقیقاً همونو میده. حالا شما فرض کنید میخواید از 3 تا ته بازه رو داشته باشید. می‌نویسید تست، یعنی اسم لیستتون. گفتیم از 3 میخوایم داشته باشیم تا ته بازه. ته بازه رو چطوری اینجا بنویسیم؟ الان ما اگه ته بازه 9 باشه بذاریم 9 که بهمون تا 8 میده. خب اگه بخوایم نه تا آخر بازه بده با اینجا بذاریم 10، در حالی که اصلا 10 نیست توی تست. ولی خب نکته اینه که مشکلی نداره. یعنی پایتون وقتی خودتون مثلا یه دونه شماره از شماره آخر اعضای لیست بیشتر بذارید خودش متوجه میشه که منظورتون اینه که تا آخر لیست. میبینید کامل همونو میده. حالا فرض کنید توی منفیا میخوایم دقیقاً همین کارو کنیم. میخوایم از 3 که هستش منفی چند؟ 1 2 3 4 5 6 7 از -7 تا آخر بازه. حالا اینجا چجوری بنویسیم آخر بازه؟ اگه بنویسیم -1 که تا 8 بهمون میده. خب اگه بذاریم -7 تا چند، چطوری اینو مشخص کنیم که بهمون خود 9 هم بده؟ نکته اینه که 0 که نمیتونیم بذاریم. چرا؟ چون 0 رو پایتون اینجا میبینه و -7 اینجاست، یعنی سر بازمون جلوتر از ته بازمونه و بهمون هیچی نمیده، خالی میده. خب تنها کاری که میشه کرد اینه که اگر شما این تیکه دومو خالی بذارید پایتون خودش تا آخر لیست میره، یعنی به این شکل. متوجه شدید؟ به همین طور میشه تیکه اول هم خالی گذاشت، یعنی مثلا میگید از اول شروع کن بیا تا 4. میبینید
بعد یه نکته که هست میتونید دو تا تیکش هم خالی بذارید، یعنی خیلی راحت یه دو نقطه فقط میذارید وسط و کل لیست رو بهتون میده. یه نکته دیگه ای که اینجا هست اینه که وقتی شما اینطوری میخواید یه تیکه از لیست رو جدا کنید، میذارید مثلا از 2 تا 5. یه پارامتر سومی هم اینجا هست که باز با دو نقطه جدا میشه از بقیه و این پارامتر استپ یا گامه. خب اینجا میتونید بگید که چند تا بره جلو. مثلا فرض کنید ما میذاریم 2 استپو، میبینید الان 2 تا 5 باید بهتون میداد 2 3 4، ولی وقتی گامو میذارید 2 یعنی 2 رو بده بعدیشو نده بعدیشو بده، دو تا میره جلو. خب فرض کنید ما اصلا می‌نویسیم تست، بعد میخوایم کلش باشه، یعنی سر و ته مشخص نمی‌کنیم که کل لیست رو بده، ولی با گام 2 می‌بینید فقط عدد زوج رو میده. حالا این نکته خیلی جالب، شما فرض کنید میخواید این لیست رو خب که اینطوری از 0 تا 9 شروع شده برعکسش کنید، بنویسید از 9 تا 0. خب یه ایده‌ای که ممکنه به ذهنتون برسه اینه که بنویسیم تست سر بازه رو بذاریم -1، ته بازه رو هم بذاریم -10. خب اینطوری الان -1 که اینه باید از اینجا شروع کنه، با توجه به اینکه سر بازه هم تو بازه هست، یعنی سر بازه هست توی چیزی که بهمون میده، پس 9 هم هست. بعد بگه 8 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10. خب ولی این چیزی که بالاتر هم گفتم، اگه سر بازه کوچیکتر از ته بازه نباشه، خب یعنی جلوتر باشه، بهتون خالی میده. اینجا هم همینطوری، الان -1 سمت راست‌تر از -10، -1 اینه، -10 اینه. خب و اینطوری بهتون خالی میده. باید چی کار کنیم؟ باید بنویسید تست همون -1 تا، البته چون ته بازه توی لیست نمیاد ما باید بذاریم فکر کنم -11 و این گامو باید اینجا بذارید -1. یعنی چی؟ چرا اینجا بهتون خالی داد؟ به خاطر اینکه میاد از -1 شروع میکنه، میگه باشه این -1. خب حالا یه دونه میره جلو که هیچی بعدش نیست. خب چون گامش در حالت دیفالت 1، ولی وقتی گامو -1 بذارید دونه میاد عقب. خب همونطور که میبینید دقیقاً 9 تا 0 رو برعکس بهمون میده. خب همین کافیه فعلا این تیکه تیکه کردن لیستا رو خوب یاد بگیرید، چون بعداً خیلی به کارتون میاد. توی ویدیو بعدی هم با ما باشید. فعلا خدا.